این مکان را بام جهان می نامند. I call this place the roof of the world. در کوههای خوابناک و اسرارآمیز تاجیکستان نه هر کوهنورد ماهر توانگر است. Not every skilled mountaineer is strong in the dark and mysterious mountains of Tajikistan. اما این جانور در بلندترین نقطه‌های کس‌ناگذر چراگاه انتخاب نموده است. But this animal has chosen pasture at the highest impassable points. رفتارش اراده‌اش را معین می‌نماید. His behavior shows his will. دشمن در کوههای تاجیکستان برایش کم نیست، اما در بسیار حالتها جسارت نشان می‌دهد. There is no shortage of enemies in the mountains of Tajikistan, but in many cases he shows courage. این داستانی مارخور است، پیچیده و معماساز. This is the story of Markhor, a twist and a puzzle. تاجیکستان سرزمینی است که 93% آن را کوه‌ها احاطه کرده است. Tajikistan is a land 93% of which is surrounded by mountains. مردم مهمان‌نواز این کشور را دیگر قوم‌ها همچون ملت تاجدار، آزاده و بنیادکار پذیرفتند. The people of these countries are accepted by other peoples as a gegründete, free and constructive nation. در کوه‌های سر و افلاک این کشور جانورهای نادر زیاد به چشم می‌رسند. Many rare animals can be seen in the mountains of this country. در تاجیکستان عزیزمون نمودهای زیادی حیوانات نادری که به روی خط اتحاد بین المللی حفظ طبیعت شامل شدن سکونت میکنند. مارخور که کوههای آسیا را برای زندگی اختیار کرده است، در اقلیم تاجیکستان خوب تشکل می‌یابد. Markhor goat, which has chosen the mountains of Asia for life. در تاجیکستان یکچند گونه این نماد بزها شناخته شده است. Is well established in the climate of Tajikistan. مارخور جوسه کلان داشته، درازی بدنی نرینه‌اش 155-170 سانتی متر می باشد. Markhor goat has a large body. The length of the male body is 155-170 centimeter. وزن این جانور 80 تا 109 کیلوگرم است، اما در کوههای ناهموار تاجیکستان تا 120 و حتی از این هم زیادتر را به قید گرفتند که آب و تاب دادن این جوسه بزرگ در کوهها کاری سهل نیست. The weight of this animal is 80 to 109 kilogram, but in the rough mountains of Tajikistan up to 120 and even more have been recorded.
which is not an easy task to survive this huge beast. حجم نرینه اون تا به اندازه 100-120 کیلو رسیدن ممکن است. حتی حالتهای در طبیعت یابایی در قسمت جنوبی مملکت طبیعی دولتی دشجوم جسد بزرگوی مرخور سبب پیری فوتیده است تا به 140 کیلوگرم نیز مشاهده گردیده است. بزهای نرینه مارخور خصوصیت عجیب دارند. آنها قوا آزمایی را می‌پسندند. Markhor male goats have a strange characteristic. They like to compete. در اکثر حالتها بر اثر قوا آزمایی زخمی می‌گردند که باعثی از دست دادن شاخهایشان می‌گردد. In most cases, they are injured due to impact of the disease which causes them to lose their horns. در ماه‌های نوامبر دکامبر با فرا رسیدن موسم جفت‌شوی بز مرخور میان فردهای نرینه این نمودی حیوان نادر مبارزه برای دریافت فردهای مادینه گویم برگزار می‌گردد که در آن هم مبارزه این فردها می‌تواند از یک چند ساعت تا روزها نیز ادامه یابد. مادینه ها باشند نسبتاً آرام طبیعتند. Females, on the other hand, is relatively peaceful. بزهای مادینه مارخور از نرینه خردتر می نمایند. بلندی قامت ماده بز 140-150 سانتی متر می باشد. وزن بدنش باشد 32 تا 41 کیلوگرم تشکل می یابد. Female goats of Markhor look smaller than males. The height of female goats is 140-150 centimeter. Its weight is 32 to 41 kilogram. پایهای دراز پرقوت برای این جانور کمک می‌رساند که خرسندهای عظیم کوهسار را فتح نماید. Long powerful legs help this animal to conquer huge mountain rocks. شاخهای پیچیده 3 تا 5 کیلوگرم وزن را دارد. از این لحاظ او را پرمشاخ نیز می‌نامند. The folded horn weighs 3 to 5 kilogram. From this point of this view, he is also called Parmashah. شاخه‌هایشان برای رقابت و خراشیدن بدنشان کمک می‌رساند. این چنین سن و سالشان را از روی همین شاخه‌ها معین کردن ممکن است. The horns help them compete and protect their bodies. It is also possible to determine their ages. دور حمل این جانور از 5 تا 6 ماه است. از 1 تا 2 و گاه تا 3 بزغال بچه هم به دنیا می آورد. The gestation period of this animal is 5 to 6 months. She gives birth to 1, 2 and sometimes up to 3 kids. از افتیحال دوره
جوشوی نزدیک است. زیرا مبارزان هیکل صورت برای قوه آزمایی گرد آمدند. Apparently, the mating period is near because the fighters of the sculpture are competing with each other. این قوه آزمایی ها تنها برای ملکه هاست. The strongest test is only for queens. عادتاً در ماه‌های نوامبر دکامبر موسم جفت‌شوی آنها بوده طول 5 نیم ماه موسم حامله‌داری آن دوام می‌کند. از میان مبارزان قوی ترین آشان به ملکه ها جفت خواهد شد. Among the fighters, the strongest one will be paired with the queens. در هر 6 ماه این قوه آزمایی ها را دیدن ممکن است. These competitions can be seen every 6 months. The strongest test is only for queens. ماه‌های اپریل و ایون مادر حامله نسل نوبتی اش را به دنیا می آورد. In the months April and June, the pregnant mother gives birth to her next offspring. از بس که در این موسم غذا در کوههای تاجیکستان فراوان است، بزغال بچه ها زود تشکل می یابند. Because in the seasons, food is plentiful in the mountains of Tajikistan. Goats are farmed quickly. مارخور جانور خاص کوهستان است. در بلندی 2000 تا 2800 متر از سطح بحر برایش چراگاه انتخاب نموده است. خوراکش گیاهان رویده کوهستان و برگ‌های بعضی درختان میباشد. Markhor goat is a typical animal of the mountains. At the height of 2800 meters above the sea level, he has chosen a place for him. His food is mountain plants and leaves of the some trees. Markhor در اکوسیستم بلانکو بسیارتر آن را گودوباش میکنند. جای زیست آن را در همون منطقه بلانکو است. چهار منطقه تاجیکستان از شمال، جنوب، شرق و غرب با خود اقلیم خاص دارند که با خود هم حیوان‌های گوناگون در هر منطقه سکونت میکنند. مثلا در منطقه‌های دروز، شوراباد تا قطارکوهای سرسرک بوزی کوی پرمخشا در آنجا سکونت میکند. فصل گرم است. مارخور را می باید بلندی های کوهستان را انتخاب نماید. هر قدر بلندتر همان قدر غذای بیشتر. It's hot season. Markhor goat should choose the heights of the mountains. The higher, the richer the food. اما بلندی ها برایش به خوف نیست،
زیرا به چشم دشمنان پرواز کننده نمایان تر می شود. But the heights are not without danger for him, because they are more visible to eyes of flying animals. این جانور را در جنوب و غرب کوههای درواز و حضرت شاه دیدن ممکن است. The creature can be seen in the southwest of Darwaz in Hazrat Shah Mountains. مارخور وابسته به فصل سال رنگ بدنش تغییر می‌یابد. زمستان پشم درازی سفید نمای مهین و تابستان باشد نسبتاً تنوکی خاکستر رنگ می‌شود. The color of the goat body changes depending on the season. In winter, the long white fur becomes fine, and in the summer, it becomes relatively short and gray. گاه مارخور را که از جهت همرنگ با طبیعت است در سنگ‌های کوه چشم‌ناراست می‌گردد. Sometimes Markhor goat, which is in harmony with nature, becomes invisible in the rocks of the mountains. اما از چشم دشمنان غدارشان ایمن نیستند. But they are not safe from their enemies. در اکثر حالتها بزغال بچه‌های مارخور طعمه صیادان می‌گردند. In most cases, the kids of Markhor goat become the prey of hunters. این عقابی آسیایی است که در بلندترین نقطه‌های کوه برایش آشیانه بنیاد کرده است. This is the Asian eagle who built a loft for him at the highest point of the mountain. فرزندهایش حریص و گرسنه‌اند. سیر نمودن این چوجه بچه‌ها مسئولیت عقابانی از این جوسه است. His children are greedy and hungry. Feeding these chicks is a responsibility of giant eagles. انا این بزغاله از مادر دور مانده است. This is a goat that has been separated from its mother. غذای فراوان ترس دشمن را از او ربوده است. Abundant food has removed the fear of the animal from him. بزغال بچه با وجود خرد بودنش زیرک نیز هست. او برای ربط نمودن خطر اطراف درختان را اختیار نموده است. Kids, despite its small size, is also smart. It chooses the surrounded trees to avoid danger. قنات‌های عقاب از جهت دراز بودنش به شاخه‌های درختان گرد و اطراف کوه برمیخورد که مانع را برای شکار عقاب ایجاد می‌نماید. Due to its length, the wings of the eagle eat the branches of the trees around the mountain, which create an obstacle for an eagle to hunt. از این لحاظ شکار بی‌قرار است. From this point of view, hunting is unsuccessful. بار دیگر باید تلاش نمود، اما در جای دیگر. He should try again, but in another place.
این زاده کوهستان است و برای خود را نجات دادن از دشمن مهارت کوهنوردی آموخته است. تا جان در مغز دارد مبارزه برای حیات میبرد. He is a native of the mountains, and in order to escape from the enemy, he learned the skills of a mountaineer and he is fighting for his life. مادر نیز پشتیبانی فرزند است. The mother is also the supporter of the children. عقاب باید این نبود به خیال از این شکار شود. حساب را از دیگر جا برابر باید نمود. Eagle should be stunned by the stone and should equalize the score from the other side. هجوم درندگان برای مارخور خطرافزاست. از بس که در کوههای تاجیکستان ببرها زندگانی می نمایند، جان بوسهای پرمشاق در خطر است. The group of predators is dangerous for a Markhur goat because in the mountains of Tajikistan, snow leopards live, and the lives of goats are in danger. آزاد پلنگ درنده است که تا دوران بلوغ با مادر میماند. A free tiger is a predator that stays with its mother until its club. اصلا این جانور شکاری تنها را میپسندد. As a matter of fact, this animal likes to hunt alone. اکنون به چشمش ناخواست مارخور میافتد و از پهلوی مادر به شکار میجهد. Now Markhur goat accidentally catches his eye and jumps to hunt from his mother's side. کم حالتهایی می شود که ببرها به شکار بزهای جوان موفق می شوند، زیرا در چالاکی این جانور به همتا است. There are rare cases when tigers succeed in hunting young goats because the agility of this animal is unique. آزاده پلنگ بیشتر به بزهای پیر و ضعیف حمله‌ور می‌گردد. Tigers often attack old and weak goats. نرینه جوانی مارخور با قوت‌ترین دشمن مبارزه می‌برد که از اراده آهنین این جانور درک می‌دهد. The young male of Markhur goat fights with the strongest enemy, which shows the iron will of this animal. سیاحان از گوشه و کنار عالم برای شکار بز مارخور بیشتر کوههای تاجیکستان را میپسندند. Many people from all over the world prefer the mountains of Tajikistan to hunt Markhur goat. در تاجیکستان برای شکار این جانور اجازتنامه لازم میگردد. A permit is required to hunt this animal in Tajikistan. شکارچیان تنها آن مارخورهایی را شکار کرده می توانند که پیرند و قابلیت نسل گذاری را از دست دادند. Hunting is allowed for animals that are old and do not have the ability to reproduce. درآمد از این سمت به بودجه دولت می آید و در راه‌های هدفناک استفاده می شود. Income from this direction enters the state budget and is used in
targeted ways. برای حفاظت مارخور در تاجیکستان پرورشگاه دشت جوم بنیاد شده است. Dashti Jum necessary has been built for a protection of Markhor goat in Tajikistan. شکار غیرقانونی بوز مارخور در جمهوری تاجیکستان منع می باشد. Illegal hunting of Markhor goat is forbidden in the Republic of Tajikistan.